آیا در حمام ادرار کردن چگونه هست؟ مکروه است؟ دقت کنید که در کتاب عربی حمامی که میاد اون حمامات بزرگ مراده، حمام عمومی شهر که خب اونجا جای عمومی نوشتن مکروه. این حمامای شخصی اگر مال حوزه مدرسه جایی هست خوب نیست دیگه، اینا برای به اصطلاح دستشویی نیستن، لذا اونجا ادرار نکنه، برای ادرار جای دیگه درست شده و این اعتبار مکروهه که شما محل غیر رو استفاده کردید برای دیگه موردی. اما اگر مال خونه خودتون هست و تنها خودتون استفاده میکنید، دیگه کسی استفاده نمیکنه، چون که فاضلاب یکیه دیگه، حالا اونجا اگر کسی ادرار کرد اون کراهیت رو نداره که در قبلی ها داشت. حالا خوب نیست، باید جدا باشه جای حمام و جای غسل، چون که حمام که پاک اگر اونجا شما ادرار نکنید، برای دستشویی غیر استفاده نکنید، حتی میتونید اونجا مثلا دعاها رو بخونید، کلمه بخونید و حتی آیه قرآن بخونید اونجا تو حمام. حمام پاکه، جای تمیزیه، اما در دستشویی نمیشه این کارها رو کرد. والله اعلم.